شیرینی که حوزی من آماده میکنم حلوا میباشد. این از ارد تیار میشه، شکر، روغن، شیر، اهمی محصولات ها تیار کرده میشه. یک 6-7 نمودی حلوا شیرینی من پخته میتونم. با این هنر ما با در یوشوی خودمون نشان میدیم که مقصد با همین هنرهای ما اموبای نروه. همه چیز در همین خانه تیار کنن، همه چیز با همین دست خودشون تیار کنن. همین دور پیش که بود همین خیلی هیچ که مغازه نمیرفت، شکر میورن، روغن میورن، همه هنر در همین خانه بالای دسترخوان همین این دو مراسم ده فقط ای پختوپزی تمامای تاجیکی خود ما تیار میشد. ارزق میگن چگالدک سمبوسه بسیار چیز داریم ما که همین به همین هنری دست بالای دسترخوان رو آرومیدی. من هسته حلوای شیری، هسته حلوای سفیدک، با هسته حلوای تر، حلوای سفیدک اردو شکر کتی تیار میشه. حلوای شیری مثلا 10 لیتر شیر میگیریم، 3 کاسه شکر میگیریم، 1 کاسه روغن. او یک همین بالای گاز بمونده میجوشد جدا به مزه میشه. حلوای شیری. اخیرا حلوای قند. هسته او حلوای تر که با قند تیار میکنیم، هسته که با شیرینی انگور تیار میکنیم. بسیاری ها من قندو میدوزن. انا که ما گرده که سرخ کردیم در جای همون قندو میتونیم که شیرینی انگور رو آمیخته کنیم. این یک نمودی حلوا میشه. انا با هسته که قند سرخ میکنن، خودی من در دیگه قند سرخ میکنن، روغن میریزن، بعد ارقتی با آمیخته میکنن و با قندو میریزن. این هم یک نمودی حلوای تر دو نمود شد. الان دو نمودی حلوای تر شد که با دو محصولاتی و وطنی خودمون تیار میشه. موزیمای حلوایی که بعد نشون میدیم، اما اول ارد میگیرم، روغن میگیرم، ارد کتی روغن آمیخته میکنن، با شیر خودی کلچه برین، یا میخیلم با گشته اگه که خیلیدم با روغن انداخته با می دست قوتی دست کتی هوای اما کلچه گشته خیلی تنوب میکنم در می دهمی جوش. بعد گیجه که تیار که شد خمیر خیلیده ما بعد که برده روغن تصپون کرده کم روغن ریخته و دوار میکنیم، کفتان میگیریم، روغن ریخته کفتان میگیریم، این تیز تیار میشه. بسیار مراسمای ملی ما ده تیار کرده میشه. با مراسمای ما به حلوا من فکر میکنم که با امروی دسترخوان به حلوا نباشه بود خیلی میکنم که بود که با همه حلوا آروم ایجاد کنم. حلوا پزا مادرم هنرمند بود. یک خمیر میکرد مادر من چند نمود. ایلوی خمیر فطیر میگفت، فطیر کلون میکرد، با فطیر کلچی درینی غوجک میگفت، روغن میکرد. یک خمیری که او چپاتی میکرد، با تا خمیرش تیار شدن مقصد نان نیسته. دویده مغازه نمیره. قطرمه میگفتن بالای پیچکبه. اکوز خمیر تیار نکرد بالای پیچکبه قطرمه کرد مقصد فرزنده یا وای میداد صبحانه میداد ایوای تیار کرده قطرمه گفتن نونی ایلوی خمیر با تو خمیرش آماده شده. او خمیری که روز کرده میپرتوفتن با روغن میدوختن، شیر میدوختن، گشتن در یک پاره که همون یک تا دو تا زغالش گرفته گشته و کلچه میخریدن تا این نان پخته که او کلچهشون تیار میشد. زن همیشه باید هنرمند باشه. زن هنرمند باشه در زندگی خور نمیشه. ببین که خود مقصد مردک اودی زندگی یک مردک هم نگاه کردن در کار نیسته. تو اون مرد ای بیرون چی میکنه که زن در درون یک نمود خمیر میخیزه که سر کتی گرسوز میکنه، میخیزه که مقصد دم نون هم نیسته، چپاتی میکنی. چپاتی چه؟ پیش همین ارزق بود، چگالدک بود. بعد سلام میگفتن. بعد این تورت و کلچه قندو پیدا شد و همه پخت و پز یاد گرفتن. نه حولو نپختگی دیگر چی پختگی همه چی. سمبوسا، چینی، ارزق، چگالدک. از این نوبتی اکو کلینا و دخترها اکو. با میکنیم در مراسم اینان توی و چیزا در یارده میکنیم دخترها را و کلینا را. همه کایبانو باشه کن از یک روغن ارد. نه این که مقصد هیچی نیست گفتگی نمیشه. هیچی هم نباشه دو ارزق میکنم. خمیر خیلی ده مقصد یک آشی بریده میکنم. آشی به گوشت نمیشه. من شلغم، سبزی، کارتوشک اول همه که زنده میزیر بونیم یک نیمه با میمونیم. اینه در جایی که گوشته، گوشت نیسته. تخم آب پس کرده میمونیم. ما نگاه کرده نمیشنیم که گوشت نیست. اما که با که برنج خزیر بعد مون آشما که تیار کردیم گشتم سبزی سرخ کرده همه بالا آش با دم میپرتیم با نون هست کو پرخی نون دم میپرتیم جدا هم به مزه میبید. نونی که باز بسیاری ها نمیدونن ما فقط که آش پلو میکردم
همه یک پری نونه یک تنونه دو بولا کرده با پبولی اوشون دام میپرد اول دیا روغنش میزیر بوندم و هم دیانی من میموندم جدو هم ایپا مزه میشه کالور لوبیا همه ناصر ایگوشته با بالاتر از لوبیای سرخ مشک چری با میدوزیم ماست و بابا تو پاکشک با شوربا میکنن و کلی طبقه که درونش به همه چی دونگی داره نخود موش برنج گوشت سبزی گوشت هم نباشد به گوشت هم میشد و مزه میشد و بلوش کبوتی سر و سیمه در کار نیست وقتی که علو میمونی بلند موندن در کار نیست پس جوشیده ایستد و مزه میشد اوقات مثال علو که بلند موندی و بلق می جوشد مزهش هم میپرد و خوراک هم افتش دیگر کل میشد اوشی علوی دیگره با اوشی که در پلیته یا گاز میپزین دیگر کل مزه دارد یا نون در تندور میپزی دیگر خیلی مزه دارد در دخوبکه دیگر خیلی مزه دارد حکو میگن 3 کوسه همه یک من هم دست کتی میگیرم خودش همه یک کوسه میشه از ایلا گذرونده بعد روغن شرکتی آمیخته میکنیم روغن آسیابی از زغیر تازه میشه تیار کرده میشد این تماش بهت به مزه با این گارسوز هم میکنی به مزه میشه با تلد هم به مزه مزهش تماش دیگه میشه اگر روغنش کم بیاد و اگر اردش زیاد بیاد و خیلی ببید صفتش ناز نمیاد اینا که ما یا آمیخته میکنیم روغن و ارده فقط این اکو بسیار همین قدیم اومدگی این که وقتی که مادرم تولد میکردم یه بسیار میگفتن که همه گرسوز تخم زده میخوردن با این اوموچی به شیر میکردن بیاد فایدهش نست شکر روب ده میدوزن یا اینا ما آمیخته کردیم انا که ما شیر آمیخته کرده شرکتی که این کلچه میکنیم همه شیرم یک کوسه شیر یک کوسه روغن زغیر یک خودی کلچه برین ما سخت میکنیم گشته با بنی روغنی پخته کتی آمیخته کرده همون کلچه که سخت شدگی همون با بازار بی همون دست کتی با ایم او میخوریم ملوی میشه که حالوی اوموچی میشه که حالوی گرد سرخ کردگی میشه که روغن خالی کتی آمیخته میکنی اکو این چهارم حلوایی که با شیر و روغن کلچه بردی تیار میکنی با گشته ایه میخیلیم این هم زود تیار میشه هم تماش حالا فرق میکنه وقتی که مادرم من آیا خمیرش را تماشا میکنیم فطیری برقی میکردن حالا پزیش را تماشا میکنیم ما جدا هم حلاوت میبردیم برای که ما مادری هنرمند داریم که فقط از زندگی ما خور نمیشیم می آموزیم اهمی هنری دستمون ما ناله دهنمون میوه میخوریم اکو 3 کوسه با 3 لیتر روغن میره با این روغنش اگر خواهد خودش روغن جدا میکنه او روغن در درون نمیسته همخی روغن جدا میکنه اینا یک خودی فطیر برای شده بود اینا کدی دید خیلی شد اینجا با 4 کوسه آب است وقتی که آبش کم زیاد باید بیاد
الان ما 3 کاسه شکر میگیریم آمیخته میکنیم آبا بعد یا برده جوشیدن میگیریم ما اینجا خمیر تیار کردن میگیریم بولی الوبا بعد که این گرد سرخ که شد قندو با برده یک جای میکنیم بعد میشد رنگش سرخ قیام یک نیم ساعت باید بجوشه قیام نیم ساعت که جوشید بعد قندو قطعی او که آمیخته که شد باید خودی کم میخواد اصل باری باید غوستید که همه حوله ما باید نشود اگر شکرش هم کم بیاید حوله خوشش نمیکند خیلی نمیقپاند اگر سال شکر با اگر زیاد بیاید حوله سخت میشه سخت میشه که خودی خیلی نبود باری همش که اگر او وایش همش که اگر که با می اور آمد جرام هم متهمش بمزه میشد هم ملایم میشد انا یک میدوزیم این وقتی که هی مرکایی که مراسمای پیش بود چپاتی میپختن و بالای چپاتی فقط قند پیچک میپرتفتن تریلکا و من خیلی پرنوس و من خیلی چیزایی که حوزی زمانوی نبودن فقط در بالای نون چپاتی قند پیچک بود این ایمو قدیمی شیرینی ماماندگیه یا ما میتونیم که در کلچه قنده استفاده بریم میزورش کارم است من چای کتم خوردن میگیریم خیلی بهت نغزه من یا میتونه که بنا حوله سفیدک دم استفاده بریم حوله شکری هست وایدم استفاده برده میشه نغزه اینا اگر یک شکری خالی کتی سخت میبه این ملایم میگیره دیگه ما تثبیت ما روغن رو میریزیم خاطری خلیده شده ما رو آمیخته میکنیم روغن بولیدیم نوازی که روغنی در درون روغن میبینین و زمین روغن همشه به خودش میگیره این خمیر الو چند قطید باید باشه همه پس قطید چه باید همه درون پس شده چی میشه این الو بی تیز در کار میسیده یک نمودی حلوا و اربه در روغن بریون کرده سرخ میکنن در یک نمودی حوله که تیز تیار میشه ساعتی بسیار رو نمیگیره وقتی بسیار در این صرف نمیشه اما روغن که ریختم همه روغن رو در خودش گرفتیم خاطری که سخت بود و مثل خودی اطلاع بارین شد دیدین میگو کرنده کو تگش نسوزد تلخ میشد این تگش که سوخت برای که حسابی که شیر داره سراسیمه شدن در کار نیست همه چی رای داره همه چی نازکی داره چی همه طعام ها همش علوبه ما همش بلازر میبینیم وقتی 20 مینوت میگردیم 20-30 مینوت میگردیم قریب اومده مرحله که نزدیک اومده سرخ شویده تا تیار شدنش میکنیم
ای نزده دور نمیره که میشه زرد میشه و رنگش زرد شد. سفید بود آزی زرد شد. بعدی که قندوب جوشیده تیار شد قندوب که دوختیم بعد سرخ میشه رنگ خودش رو میگیرد. این فایده بخش داد. این اکو یکم چیز خیمیکال درون این نیست. این شیر هم فایده بخش، روغن زغیر هم فایده بخش. چیزی که در بالای علاب تیار شدگی مغزش میپزد. مغز به مغزش میپزد. این اکو قریب تیار شدنش خود خانی زنبور رقم میشه. حلوای ما تیار شد سرخ شد از ما رفت قندوب آورده آمیخته میکنیم یک 10-15 مینوت میجوشد الکی حلوای ما تیار است. انا وقتی که ما قندوب آمیخته کردیم رنگ حلوا دیگرگون میشه. اینا کم کم ریخته آمیخته میکنیم کم کم انا و بویش تماما با دیگرگون برآمد. بعد از قندوب آمیخته کردم اکو بوی حلوا برآمد. رنگش خوشرو شد. حالا بویش هم دیده که بعد از قندوب دوخته معلوم شد که بوی حلوا است. اکو یک 10-15 مینوت میایستد که این قندوب رو به خودش بگیره. این جوشیده قندوب به خودش میکشه الکی تیار. رنگش را دیدین؟ انا دم خورد. این حلوا تنک بود. اکو غفص شد. اینا آمیخته کرده لالیوبا میبرداریم. با این رو برده آرایش میدیم.